به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز. شاید تا 100 سال پیش برای بشر تصوری محال بود که بتونه از دور شاهد چرخش زمینی باشه که روی اون آمال و آرزوهاشو ساخته. اون حالا نه تنها میتونه از پنجره اتاقش افقهای بسیار دور رو ببینه، بلکه میتونه از این دریچه کوچک، دریچه های کوچک و بزرگی رو که ابنای بشر گشودند رو ببینه و حال و هوای اونها رو احساس کنه، مثل نزدیکی دو همسایه. و در واقع میتونه رنگ و بوی روح زندگی اونها رو با تمام وجودش دریافت کنه و احساس کنه. تو هم بویی رو که من احساس میکنم احساس میکنی؟ آره، بوی رنگ روح زندگیه. نه، بوی تاس کباب عزیز جونه که از پایین میاد. راست میگی، بوی تاس کبابه. میدونی یک دفعه تمام وجودم و احساسی عجیبی گرفت. یه احساسی مثل بلعیدن یک چیزی که نمیبینیش ولی بوش میاد. عین من. فرید، ببین شب چقدر قشنگه. ببین چه رازی با خودش داره. آره، ولی عیب شب اینه که نمیتونی اسرارشو ببینی و بخوری. نه، این حسنشه. این حسنو باید از اونایی پرسید که تو تاریکی جلوی پاشونو ندیدن. به نظر من باید نیمه پر لیوانو دید. همینطور نیمه پر بشقابو. فرید، یعنی تو میگی بشقاب پرنده ها حقیقت دارن؟ میدونی لیلی، من در زندگیم بشقابای زیادی رو دیدم که پریدن، اونم بدون من. کجا؟ خیلی جا. اون وقت تو به کسی چیزی هم گفتی؟ نه، خجالت کشیدم. این که خجالت نداره فرید. راست میگی؟ ببین، اگه تو الان یه دونشون رو ببینی چی کار میکنی؟ میخورمش. چیو؟ بشقابو؟ نه، تاس کبابو. تو راجب چی حرف میزنی؟ تو چی؟ من کهکشان. من تاس کباب. اگه نجنبیم این یکی هم میپره ها، مال مادر بزرگی. چطوری؟ اینطوری. میدونی فرق من و تاس کباب چیه؟ نه. اینه که من بالا میپرم، تاس کباب پایین میپره. خیلی لوزم. کم نه. در واقع به عقیده من کره زمین اون کره معلق سابق نیست که زمانی هیچ وقت نمیشد معلق بودنشو دید. امروزه کره زمین کره معلقیه که دیگه کسی از کسی دور نیست و در واقع چطور بگم، این نزدیکی جامعه بشری باعث شده که کره زمین در حالتی کاملا معلق تر از سابق باشه، مثل یه توپ گنده که انگار به یه نخی بسته است و هر لحظه امکان اون هست که با پاره شدن نخ یک باره به پایین بیفته یا بالا. چون در بی‌نهایت کهکشان ها دیگه تشخیص بالا و پایین میتونه یه کمی مشکل باشه. شاید باور نکنید که این اتفاق یک بار افتاد. اون شب هر کدوم به نقطه‌ای پرت شدیم. برای اینکه شما احساس ما رو بعد از وقوع این اتفاق همزمان بهتر متوجه بشین، ما این لحظات رو به طور مجزا برای شما نشون میدیم. وای،
جدی زمین افتاد؟ عاطفه کجایی؟ عاطفه حالا زود بود عاطفه. چی رضا؟ تو اینجایی؟ بس میخواستی کجا باشم؟ اونجا. اصلا چه معنی داره زن آدم از پنجره بپره بیرون، اونم بدون اجازه؟ لیلی فرید من میترسم، یه حس عجیبی دارم، انگار کره زمین افتاد. نه نگران هیچی نباش، من از این بالا همه چی رو دیدم، سر جاشه. کره زمین. گریه نکن پسر، ببین دیگه لازم نیست از هیچی بترسی. نگاه کن همه چی مثل اولشه، اصلا هیچی نیفتاده. نگاه همه چی مثل اولشه، فقط ما افتادیم. ببین اینم که ترس داره. نه بس گریه نکن، به خاطر مامان گریه نکن. چشم گریه نکن. نه دیگه سبایی، اصلا آدم باورش نمیشه. یعنی آدم از نور چشماش توقع نداره اتفاق به این بزرگی بیفته، بعد از سال ماهی کره زمین بیفته، بعد قصه آدم بذارن آخر بگن ولی ما که الحمدلله نیفتادیم. اونا که نمیدونن ما افتادیم یا نه، باید بذارن آخر از همه سراغ ما رو بگیرن. والا چی بگم؟ خب حالا شام چی داریم؟ تاز کباب. اینم گریه داره؟ واسه یه چیز دیگه گریه میکنم. پس مورد جدیده. آره تفلک فریدم خیلی تاز کباب دوست داره. ببین کیه؟ از مادر بزرگ بپرسین برای 2 نفر تاز کباب داره. برای 4 نفر چطور؟ الهی شکرت. برای 6 نفر چطور؟ بگو داره. شب عجیبی بود، سکوت عجیبی در لحظه‌ای که ما مشغول خوردن تاز کباب مادر بزرگ بودیم در پشت بام حاکم بود. فقط جغدی گاه به گاه میخوند. و باز تاریکی بود و تاریکی و مقدار سیم که قبل از اون نبود و آنتن تلویزیون ما که در اثر حادثه افتادن کره زمین لغو می‌خورد. بین این 2 حادثه چه ارتباطی وجود داشت؟ این چیزی بود که ما علت اون رو نفهمیدیم. ببین رضا، این دفعه آخرت باشه که راجع به معلق بودن کره زمین و از کجا میشه دیده شو، چه میدونم به یه نخی بنده و اینطور چیزا صحبت میکنی ها. یه دقیقه اومدیم دم پنجره واسیم ستاره‌های شب رو نگاه کنیم. ببین چه علم شنگه ای رو انداختی. به من چه؟ چای میخوری؟ بله. هیچ دقت کردی رضا؟ هیچ چیزی نیفتاده غیر از ما. این یعنی چه معنی میده؟ نمیدونم یعنی چی؟ آخه بگو چطوری شد که ما افتادیم ولی چیزی نیفتاد؟ خب کره زمین افتاد. اینو که هممون دیدیم.
من منظورم کره زمین تو اتاق کارمون بود. هم شوخیت گرفته؟ ساعت چنده؟ 9. کانال 2 سریال داره مثل این که رضا بله. این چه برنامه ایه؟ مثل همه برنامه‌های لوس و بی‌معنی که ادای خارجی رو در میارن. اولش رضا دیگه چیه؟ همه جا همین آقا هست. خب همه برنامه ها لوس و بی‌معنی شده. شوخی نکن رضا. خب ببین بابا جون شاید کانالاش ریخته به هم. حالا چیکار کنیم؟ هیچی، میشینیم با هم دیگه گپ میزنیم. من با شما گپی ندارم. یعنی قهری؟ نه بابا، چه معنی داره تو این خونه کسی با کسی قهر کنه؟ بله، چه معنی داره تو این خونه کسی با کسی قهر کنه؟ منم همینه میگم. اصلا تلویزیون یعنی قهر کردن. فرصت نمیده کسی به کسی حرف بزنه. کیه؟ ببخشید. سلام با اجازه چی شده؟ نمیدونی. بجام یعنی ایزا میفسه شو چه دیگه نهابونی شخرای زب به دوست حلب نورگی درست برای میش ندیمش دایی نما بونو سعودی ایزا تلویزیون اینا هم مثل تلویزیون ماست. نه این مدرش یه چیز دیگه. اون کانالاشه. خب این کانالاش هم فرق میکنه. منظور ما هیچ کدوم نیست. اجازه میدین من بشینم. بزون بشینه. ببر بشین. چیه؟ وحشتناکه. باور کردنی نیست. چی باور کردنی نیست؟ اجازه میدی منم بشینم؟ نخیر. تا زمانی که نگی چی شده نخیر. ببینید بعد از اون اتفاقی که افتاد برای هممون ما رفتیم تلویزیون خونمون رو روشن کردیم و بعد تو باور میکنی؟ نه ولی اگه باور نکنن مسئله حل میشه. گمون نمی کنم همون حدسی که ما زدیم. چه حدسی؟ چی؟ چی شده؟ من یه حدسایی میزنم رضا. چه معنی داره توی این خونه همه حدس بزنن ما نزنیم؟ مادر چی بزنم؟ حدس شما درسته. رضا یه دفعه دیگه بگی رضا جیغ میزنم. رضا پدر خواهش میکنم یه لحظه تحمل کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. چه اتفاقی داره میفته؟ نمیدونم. تلویزیون نرگس. تلویزیون نرگس راست میگه. بدو یکی هم به ما بگیره. باشینم میگم که من بگیر دیگه چه معنی داره توی خونه کسی به کسی چیزی نگه. سلام شما یه نگاهی به تلویزیون خدا هم نمیدونم. خب البته میگم من خدا هم نمیدونم با که نبینم. یکی به من بگیر حتی ما نسکن میشم. خواهش میکنم به من اجازه بدید. کسی اشاشته کنه خوده. وای من نمیتونم. اگه مثل بقیه باشه چی؟ خیلی خوب شروع نکنی. وایسید ببینم. وایسید. چه؟ داداش شما باید به من بگی چه خبر شده اینجا.
بابا تو هم آدم مطلع گیر آوردی حالا من سوال میکنی؟ من نمیتونم از من نخواین. خب من خودم روشن کنم. ای دیوانه ای دیوانه. من خودم روشن میکنم. من اجازه بازیله. خب یکی از برنامه یه تلویزیون دیگه. خب دیگه این چیو نشون میده؟ بابا این چیو؟ چرا متوجه نیستی؟ همه کانالای ما همین رو نشون میداد. منم همینو میگم ریخته به هم دیگه کانال. فقط یک راه مونده. چه مونده؟ اجازه میدین کانال رو عوض کنم؟ خب متشکرم. بچم شجاع. 2 3 4 5 بابا خواهر تو هم که کانالای تلویزیون ریخته به هم که. رضا چرا متوجه نیستی؟ آخه تلویزیون ما هم همه کانالاش همینو نشون میده. خب حتما منظورتون چیه؟ منظور ما اینه که یه اتفاقی افتاده. خب روشن تر از این نمیتونستین منظورتونو بگین دیگه واقعا که یعنی دایی یعنی شما منظورتون اینه که دیگه من نمیتونم کارتون نگاه کنم؟ نه بابا ما همه منظورمون اینه که پدر بزرگ ما باید مطمئن بشیم. آره بابا آخه باید به منم بگی چی شده. بابا حالا وقت نداریم خواهر بچه عاقله. سلام. ببخشید. کاش شب کره زمین بیفته. سلام. چی شده؟ چی ما اومدیم برنامه تلویزیون شما رو تماشا کنیم. مگه برنامه تلویزیون شما با مال ما فرق میکنه؟ نمیدونید. تلویزیون ما مدتی خرابه. آره. مگه میدونستم شما ها میایین خب میدادم درستش کنن. بریم بالا. کجا؟ خونه شما. بریم ببخشید از خداحافظ. اینا واسه چی اومده بودن؟ اومدن تلویزیون ببینن. مسخره کردم دست انداختن. باش ببینم خانم. آخه هر شب بازی بکنیم. صبر کن ببینم بابا جان. حالا اومدیم بالا. خب اومدیم بالا. برای چی اومدیم بالا؟ نمیدونم. فرید خب هیجان زده بودم نفهمیدم چی گفتم. خب حالا چی کار کنیم؟ بریم بشینیم. خب بشینیم. نترسیم با همین. حالا نشستیم. خب برای چی نشستیم؟ نمیدونم. فرید خب هیجان زده بودم نفهمیدم چی گفتم. خب حالا چی کار کنیم؟ میتونیم پاشیم. بیشیم بابا ایه مسخره کرده. ببخشید. خواهش میکنم یه لحظه آروم باشید. خواهش میکنم. من فکر میکنم که ما باید چی کار کنیم؟ لیلی ببخشید. ما باید یه کاری بکنیم. عاطفه راست میگم رضا. بابا میشه بپرسم جریان چیه؟ بعدا میگم مامان. مگه تو میدونی؟ نه. پیداش کردم. کو؟ اینجاست. چی؟ تلفن. یه شماره بگید. 444 556. این شماره کجاست؟ خونه ما. نه خواهش میکنم رضا یه شماره بگو خارج از اینجا. ببین ما باید بفهمیم چی شده. کره زمین افتاده. تلویزیون یه جایی رو نشون میده که معلوم نیست کجاست. شاید همه از بین رفته باشن. شاید ما تنها ساکنان کره زمین باشیم. ما نباید بفهمیم که بیرون از اینجا چه اتفاقی افتاده. من خودم یه بار توی یه فیلم دیدم که یه همچین اتفاقی افتاد. کدوم فیلم بود مادر؟ فرید اگه ما تنها موجودات زنده کره زمین باشیم خیلی وحشتناکه. خیلی لیلی نگران نباش. من باهاتم در شادی و غم، در سلامت و ناخوشی. متشکرم. خواهش میکنم. آخه تو فردا تعطیلم. وای یعنی دیگه من بدون مدرسه علی رو چطوری بزرگ کنم؟ یعنی دیگه به تحصیل احتیاجی نیست؟
عاطفه خانوم ببین چه وضعیتی رو درست کرد. ببین رضا، من امیدوارم همه اون چیزایی که الان داره اینه یه نوار تو مغز من میگذره اوهامی بیشتر نباشن. باور کن که من دلم میخواد که فردا وقتی میرم تو خیابون همه رو ببینم، همه رو شاد و سلامت و سرحال. اما الان وجود من پر از ترس و واهمه است. باور کن که ما مجبوریم به یکی تلفن کنیم. جان من این وقت شب یا همه خوابن یا مردن. یا حرفا چیه میگم؟ بابا جون بگیر بابا جون بگیر این شماره رو بگیر. 3 4 5 7 نه یه 9 12 0 1. وای 9 رقم. اینجا کجاست؟ خاله اقدسته دیگه. خاله اقدس شما این؟ منم عاطفه. کدوم عاطفه؟ عاطفه صدر. قربونت برم خاله. ببخشید این وقت شب مزاحم شما شدم. ببینید خاله جان، من میخواستم بپرسم که شما امشب ببینید ممکنه یه کمی سوال من به نظر شما عجیب بیاد. شما امشب احساس نکردید که زمین افتاد؟ کدوم کره زمین؟ کره زمین، همین کره زمینی که همه ما داریم روش زندگی میکنیم. با شوهرت دعوا کردی؟ خاله جون باور کنید من دارم جدی سوال میکنم. شما وقتی کره زمین افتاد شما هم افتادید؟ چرا یه شب با رضا نمیان خونه ما فقرا؟ خاله جون شما حالتون خوبه؟ شوهر خاله، بچه ها، همسایه ها تو این چند ساعته سری به بیرون نزدید؟ خواهش میکنم با اطمینان جواب منو بدید. شما چی؟ ما نه راستش ما جرأت نکردیم. حالا بگید همه خوبن؟ الحمدلله همه خوبن. خب خدا رو شکر. خاله جان یه سوال دیگه هم دارم. اونم مثل سوال اولی. شما تلویزیونتون چی نشون میده؟ کدوم کانال؟ همه کانالا. من که همه کانالا رو امشب نگاه نمی‌کردم خاله، فقط کانال 2 رو دیدم. خب چی نشون میده؟ سریال خانه سبز. سریال خانه سبز. رضا. بله این چیزی بود که اتفاق افتاده بود. احساس عجیبی همه ما داشتیم. ما احساس میکردیم در برزخی از بودن یا نبودن گرفتاریم. با این همه سعی میکردند از عاطفه همسر من که تازه به هوش اومده بود پرستاری کنند، اما گهگاه هر کدوم به نقطه خیره میماندند و به آنچه بر اونها گذشته بود فکر میکردند و من راه میرفتم. با خودم فکر میکردم این چه رابطه ایست بین فکر کردن و راه رفتن؟ و به خودم پاسخ میدادم کسی که راه میره کمتر فکر میکنه. ولی من راه میرفتم تا فکر کنم، نه اینکه راه میرفتم تا کمتر فکر کنم. ساعت 12:30 به وقت جدید همه از عاطفه خداحافظی کرد. مال من قدیم بود. خداحافظ. خداحافظ. ممنون. شب بخیر. و من اصلا متوجه رفتن اونا نشدم. پدر داره چیکار میکنه؟ داره راه میره. خداحافظ داداش. داره فکر میکنه. تو که گفتی داره راه میره. تو راه فکر میکنه. بیاین. رضا تو از راه رفتنت نتیجه هم گرفتی؟ آه نه، فقط پام درد گرفت. آی عاطفه.
مجبوری وقتی منو صدا میکنی 3 بار بگی عاطفه؟ من واقعا از شما معذرت میخوام، ولی من بعد از این روزی 1000 دفعه میگم عاطفه. چرا؟ برای اینکه اسم شما یکی از بهترین داده های خداست. برای اینکه با اسم تو همه چیز رنگ میگیره. با عاطفه. بعد از افتادن زمین این تعریف قشنگی به نظر میاد. بدون تو زمین بر من روزی 1000 بار میفته. راستی چی شد رضا؟ تو مطمئنی که امشب زمین؟ بابا ما خودمون دیدیم افتاد و اون تصویر خودمون دیدیم. راستش میدونی من احساس عجیبی دارم. خب این حسی بود که هر کدوممون داشتیم. میدونی همش دارم حس میکنم یه غریبه تو خونمونه. اصلا نذاش سریالمونو ببینیم. فردا یه تلویزیون ساز میارم با اردنگی این غریبه رو میندازم بیرون. مگه شر هرته؟ چه معنی داره یه غریبه تو تلویزیون آدم باشه؟ آفرین. قابلی نداره. سالمه، اشکالی نداره. وای چطور سالمه؟ کی میگه اشکال نداره؟ خب سالمه، اشکالی نداره. ولی این چرا نمیگیره؟ سالمه، اشکالی نداره. ای بابا مگه میشه آخه همچی چیزی؟ آقا جایی رو نمیگیره. دقیقا امتحانش کردم، هیچ مشکلی نیست، همه جانم باید بگیره. اگه اشکالی باشه تلویزیون نیست. من ازتون خواهش میکنم یه بار روشنش کنی. احتیاجی نداره. من خواهش میکنم. باش. رضا بهش بگو که چی نشون میداد. بهان است کرده گفته من این آموزش متوسطه که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده داوطلبانی که رضا بهش بگو، خواهش میکنم بهش بگو. قبول نشده اند میتوانند تا 2 آقا حسام چی میشه؟ تلویزیون طبقه پایینم به درد نمیخوره. توصیه میکنم یه نوشو بخرید. بازدید ست تلویزیون هم میشه 6000 تومان. چی؟ عاطفه جون نه تو بهتره بخوابی. من ساعت 11 دادگاه دارم. با این حال که نمیتونه بره. اصلا مهم نیست. من زنگ زدم خواهش کردم عقب بندازم اونان قرار تو به تلویزیون ساز نگفتی. بابا جون من گفتم. فکر من دیوونم. خب وقتی من دیدم تلویزیون درسته خب فکرم درست شده دیگه. من از تو توقع نداشتم رضا. تو بعد هر جور شده حالیش میکردی. حالا تو خودتو ناراحت نکن. شما آقایون لطفا بفرمایید کم بیرون. بفرمایید بیرون. منم آقایونه. کاملا. عاطفه بریم پدر. بریم پسر. من
راجع به این ماجرا چیزی به آقا جون و عزیز جون نگیم. باشه دایی. خبر ندارن اصابشون داغون میشه. باشه دایی. اصلا اگه میتونستیم بفهمیم این مرد که چی میگه، اون وقت میتونستیم بفهمیم این تصویر از کجا میاد، فرستنده کیه، کجاست. باشه. عجب. یعنی میگین به هیچ کسی چی نگیم؟ من که معتقدم به هیچ کسی چی نگیم. منم معتقدم به کسی نگی. کسی باور نمیکنه، میگن دیوانه شده اینا. کاملا درسته. آخه وقتی داره تصویرش پخش میشه مگه آدم میتونه نگاه نکنه؟ البته جای کارتون رو نمیگیره. خب چاره چیه؟ هیچ. ببینم تو میذاری من حرف بزنم یا نه؟ خب موردی نبود. یه حرف بود بین من داریم خیلی هم منطقی. دکی؟ اوشان بود جواب شده. تلاشی سخت برای مردای خانواده شروع شد. هر شب ساعتها وقت صرف تماشای این کانال جدید می‌کردیم. روزها و شب‌های اول رو با خوردن چیپس شروع کردیم با مصرفی حدود 3 کیلو. 1 کیلو دیگه. ولی در شب‌های بعد ماست هم به کار ما اضافه شد. اومدن ماست فضای جدید برای ما باز نمود. اما در شب‌های بعد کار ما سخت تر هم شد، اما هرچی می‌گذشت دریچه های جدیدی باز می‌شد. چیزی نمیخوای رضا؟ پاپای تگری با چایی کارت را میفته؟ نه نمیچسبه. آره چای دیگه نمیچسبه. راست میگی. شربت آبلیمو یا عرق بیدمش چطور؟ نه بابا هرگز اما چند شب بعد نگاه ما به این موضوع واضح تر شد. برنامه‌اش میگم برنامه‌اش خیلی با نمکه. خیلی. برام تعریف میکنی؟ به یه موشه میگن که چند سالته، میگه که چند روز گربه همسایه منو نخورده. فرید یه ذره با ما حرف میزنی؟ نه بابا چرا نه. خب بزن دیگه. شام چی داریم؟ تاس کباب، همونی که خیلی دوست داری ها. دستورش از مادر بزرگ گرفتم. بذار برای زورت، اشتها ندارم. هیچ میدونید چند روز و شبه که من و تو 10 تا جمله هم با هم حرف نزدیم؟ حساب داری میکنی؟ نه قصه میخورم. میخوای چند روز بری پیش پدره؟ تو دلت میخواد من برم؟ نه بابا واسه اینکه حوصله‌ات سر نره میگم، ولی من بدون تو یک لحظه هم خوشبخت نیستم. آره دارم میبینم.
سلام همسایه. سلام، چایمون حاضره. خب خلوتگاه تنهایی آفرید همینجاست؟ بود. حالا که میبینین مستاجر جدید اومده. خب ببینم این مستاجر جدید اجازه داره که مهمون داشته باشه؟ صابخونه من آدم مهربونیه، به هم اجازه داده هر چقدر دلم میخواد مهمون داشته باشه. خوشباره تو که اقلن صابخونت یه جایی رو داره که بده اجاره بده. خب میتونیم اینجا رو با هم شریک بشیم. خب پس چرا تعارف نمی‌کنی بیایم تو؟ من که از اول گفتم بفرمایین، صفا آوردین. فرید این چه کاریه میکنی؟ سلام. سلام. پدر خونه هست؟ آره. ترسیدین ها؟ علی چطور؟ خونه داییشه. خیلی خوبه، عمرن مخلصم. ما در ادامه تلاش بی‌وقفه خودمون به نتایجی رسیدیم. اول اینکه این کار چقدر در آموختن زبان میتونه مفید باشه. ما کم کم معانی لغات رو متوجه میشدیم، قواعد رو درک میکردیم و در نهایت روزی حس کردیم که اون چه میشنویم مثل زبان فارسی برامون سهل و آسونه. پدر انگار میفهمم چی میگه. اصلا انگار فارسی حرف میزنه. بازی جدید و آشنا با من که میتونین حسابی سر به سر دیگرون بگذارید و لحظات بسیار خوشی رو با هم دیگه داشته باشید. اسم این بازی اینه: خواب خوشی داشته باش با پررویی با ما باش. خواب خوشی داشته باش با پررویی با ما باش. برمیگردم. چقدر بامزه بود. چی گفت؟ خواب خوبی داشته باش با پررویی با ما باش. برای این کار باید توجه طرف مقابل رو طوری به یک جهت منحرف بکنید که اون اصلاً متوجه نشه. برای همین روی یک کاغذ این علامت رو میکشید و طوری که متوجه نشه در مسیر راه اون قرار میدید و طرف مقابل با دیدن علامت ناگهان سر جاش میخکوب میشه. بعد چیزی مثل این ساعت زنجیری یا هر چیزی که بشه چنین حالتی رو به وجود آورد جلوی چشمان اون قرار میدید و این کلمات رو به آرامی میخونید: خواب خوشی داشته باش با پررویی با ما باش. حالا کاملا حس میکنید طرف مقابل در حالتی مثل خواب و بیداری قرار گرفته و مطیع حرفای شماست. درسته؟ حالا مطیع حرفای شما همین کار رو در اولین فرصت برای شریک زندگیتون انجام میدید. درسته؟ از اون کارایی رو میخواین که همیشه آرزو داشتین براتون انجام بده. درسته؟ حالا با شماره 375 از خواب بیدار میشید و همه چیز یادتون میره مگر دستورالعمل این کار. فراموش نکنید. دستورالعمل یعنی نحوه انجام مراحل کار. مراحل کار یعنی چی؟ ول کن بچه. باشه ول میکنم. حالا 1 2 375 با آرزوی ساعاتی خوش برای 3 تا از دوستان خوب تهرونی. برمیگردم. بابا ما با این چیزی که اینجا الان یاد گرفتیم میتونیم تو زندگیمون کاملا خوشبخت بشیم. کاملا بدم. خوشبخت یعنی چی دایی؟ خوشبخت یعنی خوشبخت
چجوری بگم در واقع یعنی اون یه حالتیه که یعنی اون آرامش و خوشی و نیازهای روحی و غیر روحی آدم برآورده میشه و یه جوری خوشبخت میشه. آره دیگه خوشبخت اینه دیگه خوشبخت کاملا درسته. ولی که خیلی آسونه. آره دیگه خیلی آسونه. رضا خواب خوشی داشته باش، با پررویی با ما باش. گوش میکنم. خیلی خوب. حالا سرکار خانم صدر، از این لحظه بعد به حرفای من خوب توجه میکنید و اوامر منو مو به مو اجرا میکنید اینجوری که من دلم میخواد. حالا با عدد 3.75 از خواب میپرید و هیچی رو به یاد نمیارید. 1 2 3.75. تو اینجایی؟ سرورم. آره چطور مگه؟ منو میرسونی سرورم؟ حتما خانم صدر. ببخشید سرورم، من میتونم یه تلفن بزنم؟